الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، برنامه‌ای که من امروز برای شما جدا کردم من از دو قسم کردم. قسم اولی او که در اولش حدیثی را برای شما دقیقه های زیاد در معنا کردم که خیلی که تاکید کردم که بسیار برای امروزه ما، برای این ساعت ما شنیدن این حدیث ها بسیار مهم است. از این لحاظ من در این قسم دوم این برنامه برای شما یگان پیش گفتاری نمی کنم، زیرا که سوال های زیاد در پیش دارم. فقط میایم به سر سوال ها و انشاءالله جواب هایی که آماده هستند. میایم خواهران دادرای عزیز به سر سوال هایی که در پیش من هستند. بابای حاجی نکاح را همه شخص کرده می تواند یا تنها داملا ایشان و شیخ ها می کنند؟ یعنی نکاح را سوال کردن این دادر است، خواهر است که آیا فقط باید داملا یا ایشان یا یگان مقصد شیخ است یا نفری مثال اهل علم میکند یا هر نفری هم نکاح را کرده میتواند؟ برادران عزیز و گرامی، بهتر و خوبترش همین است که نکاح را یک نفری که حقیقتا علم داشته باشد و دانشمند باشد، بازم این تقوا داشته باشد، این نفر نکاح کند بهترین می شود. چگونه که در کتاب ها میگد مرده را اگر یک نفر آدمی صالح، یک آدمی بگیم که نیک وقتی میشوید یا را یک آدمی صالح خوب کفن میکند یا تابوت او را میبردارد، همه اینها به نفع همون آدمی مرده است. یا در دنیا ببین با یک آدمی دانشمند وقتی که مینشینی چقدر ثواب میگیری. شاعرها میگه به دانایان دمی ارزد جهانی، نه ارزد صد سری نادان بنانی. با آدمی دانا نشستن ارزش دنیا را دارد. برای همین نکاح هم که عبارت بسیار از یک سنت زیبای پیامبرمان است. اگر انمون داملاهای گفتگید، ایشانهای گفتگید، شیخهای گفتگید، اینها بیایند و اینها نکاح کنند، اینها دست بردارن برای زندگی خوبی تو دعا کنند، البته نور بالای نور میشه. بهترین هم همین است که منم توصیم هم همین است که همین نفرهای آدمای صالح و دانشمند نکاح را کنند، انشاءالله خیر خوب است. به نزدیکی خدا خواهد پسردار می شوم. می توانم یک گوسفند در روسیه، یک گوسفند دیگر در تاجیکستان پدر و مادرم ذبح کنند و گویند که در چند روز باید عقیقه کنیم. نفرهایی که می خواهیم گوسفند ذبح کنیم موافق به سنتی که معین شده است، روز هفتم روز گویم ذبح همان گوسفندا است. یعنی برای بچه دو گوسفند، برای دختر یک گوسفند. شما در کجایی که اگر اینها را ذبح کنین فرق ندارد، همه جاش انشاءالله نزد الله مهربان قبول است. فقط حرکت کنین که همون گوشت ها را آدمای کم بغل و نادار و
بیچاره را بتین در حق فرزندتان دعا کنند. همچنان در برابرش مقصد موی سری او را تراشیدن به وزن او، یعنی شاید 50 سامان شاید 100 سامان می شود، او را هم در یک بیچاره و ناتوان دادن و همچنان پیش یک اهل علم برده و او را تحنیک میگن، یک خرما های اصل در مثال دهن کودک شیرین میکنن و بعد از آن در حقش دعا میکنن و نام خوبش میگذارن. یعنی اینها همه باید تا 7م روز باید انجام شد. در 7م نشید 14م، 14 نشید 21. تا همین روزا ما میتونیم که یعنی این کارهایی را که برای نوزاد انجام تیم در همین مدت ما میتونیم این کارها را انجام تیم تا آن ثوابهایی که در حدیث آمده است انشاءالله برخوردار شویم. سوال دیگر، دو همسایه با هم جنگ می شوند، یک تاش خوب هست یکی دیگرش بد است، ما در همین جا به هر دویش یک رفتار کنیم یا با خوبش خوب و با بدش بد؟ البته به البته برادران و خواهران عزیز، هر یک همسایه که ما داریم خواه خوبن خواه بدن، در عوض بدی بدی نیست. شما حرکت کنید که با انسانهایی که مقصد بسیار بدسیگالن، بد نیتن، بد فعلن، شما هم خودتان با اونها همرنگ نکنید. شما هم خودتان مقصد از زمره اونها نکنید. شما برعکس به خدای مهربان پناه طلب کنید که الله مهربان شما را از زمره مقصد نفری که بدسیگال و بدفعل و بد سخن و بد رفتار است شما را از زمره او نگرداند. لیکن با همه اینها برادر عزیز رفتاری نیک کنین، گفتارهای نیک کنین، مصلحت تین، انشاءالله از خدا امید است که شما در این عملهاتان پیش خداوند پاداش بگیرید. خب در حق نصرانی ها دعای نیک کنی از دین خارج می شوی یا نه؟ یعنی در حق نفرهایی که انا نصرانی هستند، مسلمان نیستند، آیا ما مقصد حق طلب مغفرت داریم یا نداریم؟ در حق نصرانی برادر عزیز برای هدایتش دعا کن که خدای مهربان هدایتش کند، خدای مهربان او را محبوبیت قرآن و اسلام در دلش جای کند. با نصرانیت، با آدمای نصرانی، با آدمای غیر دین، یعنی مقصد در یک شرکت، در یک کارخانه یا همکاری کردن، اینها اجازت هست. یا با آدمای غیر دین صدقه کردن، غیر صدقه های فرضی مثل صدقه مثل زکات، مثل مقصد صدقه فیتر، دیگر صدقه هایی که نفلی هستند یا صدقه های مقرری که هستند، اونها را دستشون بگیرن، هیچی باقی ندارد. فقط یگانه از چیزی که اونها از جانب ما و شما محرومن، ما حق طلب مغفرت کردن در حق اونها نداریم. برای همین یعنی نمیتونیم که ما طلب مغفرت گناه در حقشون کنیم، ولی دعای هدایت که هدایت بیابند، خدای مهربان میل اونها را، خواهش اونها را به سوی دین اسلام گرداند، این دعاها را کرده میتونه. و با نصرانی ها یا با آدمایی که بگیم اهل کتابن بسیار معامله خوب کنید، بسیار رفتارهای خوب کنید، دستگیریشون کنید، حرمتشون کنید. انشاءالله فرموده قرآن ما و شما هست، فرموده دین ما و شما هست.